باید پزشکی میاری. فقط آیندت چی میشه؟ صبر کن. فقط یه لحظه وایسا. میدونم تو سرت چه خبره. یه جنگ جهانی راه افتاده. از یه طرف مشاور و خانواده میگن کنکور یعنی کل زندگیت. از طرف دیگه یه سری میگن کنکور کشکه، برو دنبال پول. میدونی چیه؟ همشون دارن یه نرم افزار قدیمی رو روی سیستم جدید ذهنت نصب میکنن. وقتش این برنامه رو پاک کنی و آپدیت بشی. امروز نمیخوام بهت بگم چطور تست بزنی. میخوام بهت بگم چطور بازی واقعی رو ببینی. پس اون کتاب لعنتی رو بذار کنار، چند دقیقه به من گوش کن. فکر میکنی من یه دانش آموز خرخون بودم؟ نه عزیزم، من یه هکر بودم. هدفم این بود که سیستم رو با کمترین تلاش ممکن دور بزنم. تمام انرژیمو نمیذاشتم رو یاد گرفتن. میذاشتم رو پیدا کردن راههای تقلب جدید. برگه 3x3 که کل فرمولای فیزیک روش بود، یه اختراع پیش پا افتاده من بود. من تو بازی گرفتن نمره 20 با 0% تلاش قهرمان بودم. تا اینکه رسیدم به کنکور. اینجا دیگه بازی فرق داشت. اینجا نمیشد سیستم رو هک کرد. اینجا باید خود بازی رو یاد میگرفتی. کنکور اولین جایی بود که به هم فهموند دختر خوب، اینجا باید واقعا مایه بذاری. اون سال من از یه هکر تبدیل شدم به یه گیمر حرفه‌ای. مجبور شدم برای اولین بار تو زندگیم معنای واقعی تمرکز عمیق و تداوم رو یاد بگیرم. نه برای رتبه، برای اینکه نبازم. اون سال کنکور به من درسایی داد که هیچ دانشگاهی قرار نبود یادم بده. خب حالا سوال اصلی، مدرک دانشگاه خفن چقدر مهمه؟ بیا یه مثال واقعی بزنیم. فرض کن یه شرکت دنبال مدیر دیجیتال مارکتینگه. 2 نفر رزومه میفرستن. نفر اول فارغ التحصیل مدیریت از دانشگاه شهید بهشتی، معدل الف. رزومش یه برگه کاغذه که اسم دانشگاه روش برق میزنه. نفر دوم فارغ التحصیل یه رشته غیر مرتبط از یه دانشگاه معمولی، ولی یه پیج اینستاگرام با 10,000 فالوور واقعی رو از صفر آورده بالا. با ابزارهای سئو آشناس، خودش چند تا کمپین تبلیغاتی کوچیک اجرا کرده و میتونه نتایجش رو نشون بده. به نظر مدیر شرکت کدوم رو برای مصاحبه دعوت میکنه؟ توی دنیای 2025 مدیر باهوش نفر دوم رو روی هوا میزنه. چرا؟ چون نفر اول ارزش کاغذی داره، ولی نفر دوم ارزش واقعی و میدانی داره. این داستان برای 90% شغلای امروزی همینه. برای یه طراح گرافیک پورتفولیو خفنش تو بیهینس مهمه یا نمره درس اندیشه اسلامی دانشگاهش؟ برای یه برنامه نویس کدای تمیزی که روی گیت هاب گذاشته مهمه یا مدرک فلان دانشگاهش؟ وقتی من برای همین چنل دنبال همکار بودم نپرسیدم کجا درس خوندی، پرسیدم چی بلدی، چقدر برای رشد کردن گشنه‌ای. چون شخصیت و آتش یادگیری هر مدرکی رو قورت میده. البته اگه میخوای جراح قلب بشی این حرفا رو بنداز دور. باید بری بهترین دانشگاه و شاگرد اول بشی. ولی بیا با هم رو راست باشی. چند درصد ما قراره جراح قلب بشیم؟ پس نتیجه این شد که کنکور رو ول کنیم؟ ابداً. این بزرگترین اشتباهه. نگاهت رو به کنکور عوض کن. کنکور دیگه یه آزمون سرنوشت نیست. کنکور باشگاه بدنسازی مغز و شخصیت توئه. اون 1 سال تو یاد میگیری چطور برنامه ریزی کنی، چطور با شکست کنار بیای، چطور 8 ساعت روی صندلی بشینی و روی یک موضوع متمرکز بشی. اینا مهارتاییه که تو رو توی 10 سال آینده از بقیه جلو میندازه. رتبه کنکور جایزه دومه. جایزه اصلی اون آدمی هستی که در انتهای این مسیر بهش تبدیل میشی. یه آدم با اراده، منظم و جنگنده. این آدم با هر مدرکی و در هر شرایطی راه خودش رو پیدا میکنه. پس با این دید برو جلو. بجنگ، تلاش کن، بهترین خودت باش. اما هویتت رو به اون 4 تا عدد روی کارنامه گره نزن. تو خیلی بزرگتر از اون اعدادی. و حالا نوبت شماست. خال زنکترین و قدیمی ترین نصیحتی که یه فامیل خیرخواه در مورد آینده و درست بهت کرده چی بوده؟ تو کامنت ها بنویس که همه با هم از این گنجینه های تاریخ درس بگیریم. اگر این ویدیو تونست حتی یه ذره از اون مه غلیظ توی ذهنت رو کنار بزنه، با سابسکرایب و لایک بهم نشون بده که تنها نیستم و یه ارتش از آدمایی در حال رشد پشت این کاناله. یادت نره تو داری برای یه ماراتون آماده میشی. کنکور فقط 100 متر اولشه. پرقدرت ادامه بده رفیق.